بسم الله الرحمن الرحیم. میخوایم بحث آموزش فشنگ‌گذاری توی خشاب کلاشینکوف. خشابایی که توی مجموعه هستش معمولا 30 تایی و 40 تایی تیغای صافش و معمولا همین تیغای 30-40 تایی توی مجموعه استفاده میشه. کاری که ما میخوایم انجام بدیم، خشاب 30 تایی 27 تا فشنگ جنگی داریم، 3 تا فشنگ گازی، چیزیه که معمولا عرفه. میریم برای فشنگ‌گذاری. ما فشنگامون رو برمی داریم، تیغه رو صاف میگیریم به سمت جلو و از بالا به همین سادگی یک فشار. این انتها کامل باید چسبیده باشه که از جلو گیر نکنه. یه دونه من اشتباه میذارم بچه‌ها، دقت کنین، نکنین جلوتر گذاشتم اینجا. اینو فشنگ بعدی که میخواید بذاری گیر میکنه، میدیم عقب که مشکل نداشته باشین. نوک فشنگ به سمت هلالی و انتهای پوک به سمت بیرون خشاب باید باشه. خیلی راحت با دست میتونیم فشنگ گذاری کنیم. ما 30 تا تیر داشتیم، چون مطمئنیم همه رو میذاریم داخل با خیال راحت. میتونیم چند تا تو دست بگیریم. حالا فشنگ‌های ما هیچ ایرادی نداره. البته این سیستم دستی خیلی جا منسوخ شده، خشاب پرکن هستش که خیلی راحت تره، که کلیپاش توی اینترنت به وفور هستش، ولی این خشاب گذاری دستی نبود. ما وظیفه خودمون دونستیم برای دوستان کلیپ آموزشی رو بذاریم و اینکه دوستان بتونن راحت استفاده کنن برای کلاس‌های آموزش دفاعی و جاهای دیگه. الان فشنگامون دیگه تقریبا آخراشه. ما سیتامون کامل بود، مشکلی تو شمارش نداشت و آخر سر یه مدل شمارش دیگه بهتون یاد میدن که مطمئن شین خشابتون پره. وقتی خشابا تقریبا پر میشه، فنرش سفت‌تر میشه. ما 27 تا فشنگ جنگی گذاشتیم، 3 تا فشنگ گازی داریم. این 3 تای آخرم میذاریم. خشاب 30 تایی ما پر شد، 3 تا گازی بالا و 27 تا جنگی. به خاطر اینکه مطمئن شیم یه سوراخ اینجا داره، دقت کنید بچه‌ها، 30 تا پر شده باشه یه ذره فشار بدین قشنگ مشخصه اینجا که فشنگتون پرشه. الان من یه ازش برمی‌دارم دیگه، فشنگ اینجا رویت نمیشه و وقتی میذارم پوکه آخر 30 مشخص میشه. امیدوارم آموزش ما مورد استفاده همه دوستان قرار بگیره. طریق خالی کردن خشاب فشنگ کلاشینکوف ایمن ترین حالتش اینه که فشنگ روی با دست در میاریم و با قسمت ته پوکه به این حالت فشار میدیم، فشنگا رو در میاریم. خیلی سریع میشه خالی کردش، کمترین اذیت رو داره و اینکه خیلی ایمنه. امیدوارم استفاده کرده باشیم.